به نام خدا. من رضا جمالی هستم، کارشناس پرستاری. اینجا دانشگاه آنلاین پرستاریه. این اولین ویدیویی که من داخل کانالم قرار دادم. من امروز میخوام راجع به یک بیماری شایع صحبت کنم. اونم بیماری نیست جز سکته مغزی یا CVA. CVA یا همون استروک یا سکته مغزی چی است؟ فقدان ناگهانی خونرسانی به یک قسمت یا یک ناحیه از مغز رو ما بهش میگیم CVA، یعنی خون به یک قسمت از مغز نرسه و اون قسمت بمیره، ما بهش CVA میگیم، یا به اصطلاح میگیم طرف سکته مغزی کرده. حالا دو مدل ما این CVA رو داریم. یه مدل هموراژیکه، یعنی خونریزی دهنده است، یعنی بر اثر خونریزی رگی از مغز، پاره شدن یه رگی از مغزه که باعث میشه اون جریان خون دیگه به قسمت‌های دیگه از مغز نرسه و اون قسمت‌های دیگه از مغز که خون بهشون نرسیده بمیرن یا به اصطلاح ایسکمیک بشن. یه مدل دیگه داریم غیر هموراژیکه که بیشتر سکته‌های مغزی به اصطلاح 85% از این مدل هستن. مثالش آمبولیه. آمبولی یعنی اینکه مثلا این یه لخته خون بره و وارد رگ‌های مغز بشه و از اون به بعد رو یا اون قسمت رو کاملا بکشه و ایسکمیک کنه. حالا ما واسه یه سکته مغزی یه سری عوامل خطر یا ریسک فاکتور داریم که یه سریاشون قابل اصلاحن، یه سریاشون غیر قابل اصلاحن و دست ما نیست. اونایی که دست ما نیست، یکیش سن بالای 55 سال عامل میتونه به اصطلاح ریسک CVA رو بالا ببره. جنسه که ما آقایون همیشه همه جا جور خانم‌ها رو میکشیم، اینجا هم باید حتی توی سکته مغزی هم باید جور خانم‌ها رو بکشیم و چاره ای نیست. یکی نژاده که در نژاد آفریقایی و آمریکایی ها بیشتر CVA رو ما میبینیم و عوامل قابل اصلاحش هایپرتنشن، فیبرولاسیون دهلیزی، سیگار کشیدن، دیابت، چاقی، خوردن غذاهای بد، بیماری های دهان و دندان، بیماری های آرتریت، لوپوس. اینا ببین اینا قابل اصلاحن. خب اینا قابل اصلاحن، یعنی میشه مثلا ما چاقی رو، طرف که چاقه، ببریمش سمت این که وزنش رو کم کنه. طرف که سیگار میکشه ببریمش سمت این که سیگار رو ترک کنه که کمتر در معرض CVA قرار بگیره. حالا CVA ما چجوری سریع شناساییش کنیم؟ خب توی CVA سرعت زمانی که ما شناسایی میکنیم خیلی مهمه، یعنی اون زمانه مهمه، اون سرعت مهمه. خب ما چجوری حالا اون سرعت رو بالا ببریم؟ سرعت چجوری بالا میره؟ اینجوری که ما بدونیم چه علایمی داره، چه تظاهرات بالینی داره. ما توی علائم و تظاهرات بالینی این علائم رو به چند دسته تقسیم میکنیم. یه دسته نشانه های عمومی که طرف ضعف و بیحالی، ویکنس پیدا میکنه، خیلی بیحال میشه، خیلی ضعیف میشه. خب عضلات صورتش ضعیف شدن، مثلا یه قسمت از صورتش کج شده، عضلات مثلا بدنش بی‌حس شده، مثلا یه طرف بدنش بی‌حس شده که حتی تو این قسمت مثلا ما اگه هر طرفی از بدن بی‌حس بشه میگیم که نورون‌های فوقانی قسمت نیمکره مقابل اون قسمت از بدن که بی‌حس شده ایسکمیک شدن. خب بسته به جایی که ایسکمیک میشه، بسته به ناحیه‌ای از مغز که ایسکمیک میشه، ما یه سری تظاهرات و علائم داریم. خب برگردیم سر بحثمون. یه سری دیگه از علائم گیجی و تغییر در سطوح ذهنیه. حالا من تخصصی تر بخوام راجبش صحبت کنم، ما در فقدان حرکت طرف توی راه رفتنش اختلال ایجاد میشه، نمیتونه درست راه بره. خب یا باید با واکر راه بره، یعنی آقا اصلا کاری به بعدش نداریم. اون لحظه ای که
طرف CVA کرده ما چجوری مشکوک بشیم بهش؟ آقا طرف تا چند دقیقه پیش راه میرفت، الان نمیتونه قشنگ راه بره. خب اینو ما مشکوک میشیم به CVA. اختلال در حرکات ارادی یک طرف بدن. خب میگیم یک طرف بدن، گفتم که بی‌حس میشه، که گفتم اون قضیه نورون ها و طرف مقابل و اینا. همیپلژی و همیپارزی و فلج شل، که فلج شل حالا بعد 48 ساعت علائمش تظاهر پیدا میکنه. حالا توی فقدان ارتباط، طرف تو ارتباط گرفتن با دیگران مثلا تو چند دقیقه پیش داشت قشنگ با همون صحبت میکرد. البته اینم تو پرانتز بهتون میگم که CVA اغلب تو خواب اتفاق میفته. حالا و وقتی که از خواب بیدار میشه ما میبینیم که توی حرف زدنش به مشکل میخوره، یعنی دیسارتریا داره، تکلمش ناقصه، نمیتونه درست صحبت کنه، یه کلمه یا یه جمله ای رو نمیتونه درست بگه. آقا این قبل اینکه بخوابه خوب حرف میزد، مثل بلبل حرف میزد، الان چرا نمیتونه درست صحبت کنه؟ من شک کنم که آقا این نکنه سکته کرده باشه. خب آپراکسی یا اینکه ناتوانی در انجام فعالیتی که طرف قبلا یاد گرفته، یعنی طرف قبلا بلد بود کار شخصیش انجام بده ولی الان بلد نیست. طرف قبلا بلد بود که مثلا این گوشی رو باز کنه، این شماره رو بگیره، زنگ بزنه، ولی الان بلد نیست این کار رو انجام بده، یعنی آپراکسی شده و این آپراکسی هم علامت CVA. و توی فقدان حواس و اختلالات درکی هم ما میبینیم که طرف، کسی که CVA کرده، دوبینی پیدا میکنه، یا مثلا دو تا چیز رو، ما این دو تا ماژیک رو کنار همدیگه روبروش قرار بدیم نمیتونه اینا رو از هم تمیز بده، تشخیص بده. توی فقدانهای حسی اختلال لامسه پیدا میکنه. اختلال لامسه مثلا ما دستمون رو میکشیم روش، یه تحریک دردناکی واسه شخص انجام میدیم و طرف هیچ گونه حسی نداره، هیچ گونه ریاکشنی به اون تحریک دردناک نداره، ما باید شک کنیم به CVA. محرک‌های بینایی و شنوایی رو اشتباه تفسیر میکنه تو فقدان‌های حسی. و اگر طرف توی اون اول ویدیو هم گفتم که بستگی داره که کجای مغز ایسکمیک شده باشه، طبق اون یه سری عوارض و مشکلات به وجود میاد. اگه لوب فرونتال یا جلویی به مشکل خورده باشه، قدرت یادگیری، یعنی طرف نمیتونه یه چیزی رو یاد بگیره، ما هرچی براش توضیح میدیم متوجه نمیشه. اصلا آقا من هرچی برای پدر بزرگم توضیح میدم یه قضیه ای رو، نمیتونه یادش بگیره. درسته که کهولت سن داره ولی غیر طبیعیه که مثلا تا قبل اینکه تا یه ساعت پیش اوکی بود، یه چیزی حداقل مثلا 20% متوجه میشد، 20% میفهمید، 20% یاد میگیره، ولی الان هیچی. خب پس شک کن عزیز من، شک کن. مثلا ما حالا بخوایم دوباره برگردیم به توی حرکت ها، میگیم که مثلا یه طرف بدن بی‌حس میشه، یکی از علائمی که بتونیم سریع تشخیص بدیم اینه که به طرف میگیم که آقا دو تا دستاتو بالا بیار. خب اون دستی که به اصطلاح دوچار آرزه CVA شده، اینطوری درست‌تره بگم، دوچار آرزه CVA شده، اون طرف بدنشو نمیتونه بالا بیاره. خب یا به طرف بگیم که حالتهای مختلفی رو تو صورتت به وجود بیار، لبخند بزن، اخم کن، نمیتونه، به خاطر اینکه CVA رو حرکات ارادی صورتش تاثیر گذاشته. این از این قسمت. خب وقتی که مریض رو بردیم بیمارستان، ما یه کدی داریم به اسم کد 724، یعنی 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز بیمارستان برای کد استروک، برای قضیه استروک آمادگی داره. خب آمادگی داره که آقا این کد که اعلام بشه سریع طرف تو بیمارستان، آمبولانس که اینو اعلام کنه، مثلا آقا من زنگ زدم به 115، این علائم رو گفتم، 115 هم راه افتاده و 115 به مرکزی که میخواد مریضش رو منتقل کنه کد 724 رو اعلام میکنه. کد 724 اولین کاری که میکنه چیه؟
اینه که TPA ها رو آماده میکنه، لخت شکن ها رو ساده تر بگم، لخت شکن ها رو آماده میکنه. و وقتی که مریض وارد بیمارستان میشه، از نگهبان دم در تا آخرین کسی که باهاش مواجه میشه که همون پرستار که خودمون میشیم، یه گرفتن تاریخچه بالینی واجبه. خب این از این. خب بیشترین چیزی که نشون میده دوستان اماراییه، برین امارای یا سیتی آنژیوگرافیه رگهای مغزه. خب که این واسه آنوریسما و پارگی عروق بیشتر به کار میاد و سونوی کالر داپلر هم میتونه نشون بده. آقا ما چجوری یه کمی پیشگیری کنیم؟ بهتون بالاتر گفتم، قبلتر گفتم، تشویق کنیم به سبک زندگی سالمتر، به ورزش، به ترک سیگار، به رعایت رژیم غذایی، به خوردن غذای سالمتر. حالا تدابیر طبی واسه CVA اینه که ما هرچه زودتر توی اون گلدن تایم مریض رو اعمال طبی رو روش انجام بدیم، اون TPA رو بهش تزریق کنیم، ترومبولیتیک ها رو بهش تزریق کنیم. حالا ما توی و اون گلدن تایم هم عرض به خدمت شما هلوهوش 3 تا 4 ساعت و نیمه که اگه ما توی این 3 تا 4 ساعت و نیم دارو رو تزریق کردیم، خب اگه نکردیم عوارض و علائم و تظاهرات بیشتری در آینده یا در حال توی CVA به وجود میاد. خب من در پرانتز یه چیزی رو یادم رفته بهتون بگم، اونم اینه که توی CVA هایی که به وسیله آمبولی به وجود میان، خب علائم و عوارض رفته رفته خودشون رو نشون میدن، ولی توی هموراژیکا خونریزی دهنده به وسیله آنوریسم یا پارگی عروق به وجود میان، همون لحظه خودشون رو نشون میدن، یا حداقل تایم کمتری خودشون رو نشون میدن نسبت به غیر هموراژیکا که غیر هموراژیک هم بهتون گفتم بیشتر 85%. حالا توی تدابیر جراحی کسایی که روش جراحی اصلی واسه اونایی که TIA کردن میدونید چیه؟ اینه که ما توی کاروتیدش استنت بذاریم، حالا با آنژیوپلاستی یا بدون آنژیوپلاستی. خب این بود چیزایی که من راجع به CVA میدونستم. امیدوارم که واسهتون مفید واقع بوده باشه. اگه مطالبی که بهتون گفتم براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله نوتیفیکیشن هم بزنید، لایک کنید و برام کامنت بذارید و ازم حمایت کنید. دستتون درد نکنه. تا آموزش بعدی، خدا یار و نگهدار.